یک پناهنده 17 ساله افغان شب روز دوشنبه با تبر و تیغ به مسافران یک قطار در آلمان حمله برد و 4 نفر را سخت مجروح کرد. در نهایت پلیس او را با ضربه تیر تفنگ کشت. گرهارد ارک سردار ریاست پلیس ولایت باواریا گفت تحقیق حادثه شروع شده است. Der Stand der Ermittlungen ist der, dass ein 17-jähriger Afghane یک جوان 17 ساله افغان در قطار تراوختلینگن ورسبورگ به مسافران با تبر و کارت حمله کرد و 3 نفر از جبردیدگان زخم‌های بسیار سخت برداشتند. قطار را نگه داشتند. ما حالا نمی‌دانیم که این کار را کی کرده است و آن را تحقیق می‌کنیم. سپس حمله‌ور به سمت رودخانه ماینز فرار کرد. سردار ریاست پلیس باواریا گفت هنوز انگیزه های حمله معلوم نیست، هرچند دیرتر پلیس آلمان گفت که در خانه‌ای که مهاجر افغان زندگی میکرد پرچم خودساخت گروه افراطگرای دولت اسلامی را پیدا کردند. جوانی نابالغ افغان در یک خانه کودکان بی‌سرابان در آشنفورد در نزدیکی شهر وورزبورگ زندگی میکرده است. حمله در آلمان چند روز بعد از آن با وقوع پیوست که یک شهروند تونیستبار فرانسه با ماشین بارکش 19 تانگی در روز تجلیل جشن فتح باستیلیا در شهر نیس فرانسه 84 نفر را کشت. این گونه حمله ها نگرانی ها از حمله به اصطلاح گرگانی تنها در اروپا را عمیق تر می کند. گذشته از این ممکن است فشارهای سیاسی به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان زیاد شود که در یک سال گذشته صدها هزار مهاجر را به کشور راه داد. آلمان سال 2015 تقریباً 1 میلیون نفر مهاجر از جمله هزاران نابالغ تنها را قبول کرد که اکثرشان از جنگ‌های سوریه و عراق و افغانستان گریختند.